تبدیل اعداد اعشاری به کسری. عدد اول 14 هست. ما یه راه داریم که اینجا یه مخرج یک بدیم و صورت و مخرج رو بیایم ببینیم در چه عددی ضرب کنیم که از این ممیز یا اعشار خلاص بشیم. چون یه رقم بعد از این هست، اگه ضرب در 10 کنیم صورت و مخرج رو، ما از اعشار ممیز 14 خلاص میشیم. اینجا عددی که به دست میاد 4 و یک ضرب در 10 هم میشه 10. یه راه دوم اینه که نگاه کنیم ببینیم چند رقم بعد از اعشار وجود داره. نقطه اعشار یک رقم. پس ما خود 4 رو صورت قرار میدیم و مخرج رو یک میذاریم به ازای تعداد اعدادی که بعد از ممیز قرار دارند 0 قرار میدیم. مرحله بعدی این هست که اینو ساده تر کنیم. 4 میشه تقسیم بر، اگه صورت و مخرج رو تقسیم بر 2 بکنیم، اینم تقسیم بر 2 کنیم، اینجا میشه 2 پنجم. عدد بعدی 400 هست که خود این عدد بعد از ممیز رو می نویسیم و یک میذاریم. چند رقم بعد از نقطه اعشار وجود داره؟ 2 رقم. پس ما 2 تا 0 اینجا قرار میدیم. عدد بعدی خود 603 رو می نویسیم و یک میذاریم. چند رقم بعد از نقطه ممیز وجود داره؟ 3 رقم. پس اینو 3 تا 0 قرار میدیم ما. عدد بعدی این یک و خودش رو می نویسیم. 88 رو صورت قرار میدیم، یک مخرج و 2 رقم هم بعد از نقطه اعشار وجود داره. پس ما 2 تا 0 قرار میدیم اینجا. عدد بعدی 2 رو می نویسیم، یک مخرج قرار میدیم. 3 رقم بعد از اعشار وجود داره، پس 3 تا 0 ما اینجا قرار میدیم. عدد بعدی خود 9 رو می نویسیم، 5 صورت قرار میگیره، یک مخرج، 1 رقم بعد از اعشار داریم، پس ما 1 0 قرار میدیم.